عشق الله و رسول چخیل بسیارتر پیدا کنیم. کلمه عشق به الله و رسول استفاده بردنش نادرست است، برای اینکه عشق محبت یک کسی با همراهی شهوت. بنابراین در قرآن کلمه عشق به الله تعالی گفته نشده است، محبت است، خلت است. یعنی و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، الله تعالی برای خود ابراهیم را خلیل گرفت، معشوق گرفت نگفت کو. یا پیامبر صلی الله علیه و الله تعالی را دوست می داشتن، لیکن نگفتن که من الله تعالی را به الله تعالی من عاشق هستم. عاشق و عشق اینا همراهی شهوت میشد. فهمیدید؟ نه فقط برای زنها استفاده کرده میشد یا نعوذ بالله به قوم لوط آمدگی است، لیکن به الله تعالی و رسول و به دین کلمه عشق استفادهش نادرست است. در قرآن و سنت این استفاده نشده است، برای آنکه کلمه عشق دوست داشتنی کسی همراهی شهوت. باری دیگر تکرار کرد. اما باید کلمه محبت استفاده برد. ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر که ثابت از درسای بخاری و مسلم این گفتن که الله و رسولش برای او محبوب تر باشد از غیر اینا. یعنی شرط چشیدنی لذت ایمان این است که الله و رسولش برای بنده محبوب تر باشد از غیر اینا. از همه کسی که دوست می‌دارد الله باشد، سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی کلمه محبت کتی آمدگی است، کلمه عشق کتی آمدگی نیست. فهمو؟ برای دوست داشتن اینکه خواهید که الله تعالی را دوست دارید و پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست دارید، شناسایی با الله تعالی، شناختن الله تعالی. بنابراین علامه ابن القیم میگن که اطیب ما فی الدنیا معرفته سبحانه و محبته. پاکترین و بالعزت‌ترین کار در این دنیا این شناختن الله تعالی و محبت الله تعالی است. مثلا یک فن میخوانید، کدام فن نباشد درباره مخلوقات گپ میزند. مثلا گیولوژی باشد، شما زمین میسنجید، معلومات درباره زمین علم میآموزید. آب و هوا سنجی باشد، درباره آب و هوا علم میگیرید. زولوژی باشد، درباره حیوان معلومات میگیرید. فیزیکی و شیمی درباره طبیعت، اینا مخلوقات هستن، معلومات میگیرید. لیکن وقتی که توحید میخوانید درباره الله معلومات میگیرید، درباره خالق مخلوقات، استرونومیا، گیوگرافیا، جغرافیا، کدام فن دنیای مثال نگیرید درباره چیزی مخلوق معلومات میدهد. بحث مثلا علم طب، بحثی علاج بدنی آدم، چی چیز به بدن آدم ضرر میکند و چی چیز باعث میشد که همین ضرر را دفع کند، همین علم میگیرید. یا علم تجارت، علم اقتصاد، چگونه پول زیاد کرده میشه، چگونه صرفه باید کرد، چگونه باید پول زیاد کرد. اینو درباره پول و مال. یا دهقانی و کشاورزی، علمی چگونه به زمین دانه کاشته از وی زیاد گرفتن، چی باعث میشد که حاصل خوب نمیشد، چی باعث میشد که حاصل خوب میشد. اینا همش درباره مخلوقات است. وقتی که شما درباره الله تعالی علم آموزو، درباره پروردگاری که همین دانه که آفریده است، همین دانه معده که دهقان به زمین میپاشد و آبی که الله آفریده است اما آب میبیارد، فالق الحب و النوى، کفاننده دانه و دانک ها کیست؟ الله است. بنابراین یه حدیث است که لا یقول احدکم زرعت، یکی شما نگوید که من سبزانیدم، ولی یقول حرثت، بلکه بگوید که من شدگار کردم. تو شدگار کردی، آب ماندی. اون دانه ای که کفاند؟ الله. نازم دانه اگر در داخلش تخمش است، دانه زنده، اگر اونو به سوزن ویران کنیم، خواه مثلا برنج باشد، خواه گندم، خواه جو، داخلش رو ویران کنیم، اون جایی که تخمش است می سبزد، یا یگان آدم کنیم من برنجای کتایست که یکی ساختیان، اینا می سبزد؟ نمی سبزد اینا، چون که اینا مخلوق آفریده است. حتی همین اگر
درباره مخلوقات هم علم آموزید کی بودن پروردگارش به خاطر میبرد اصلا. و فی کل شیء له آیتون، هر چیزی که در همین دنیا نظر میکنید این علامتی بودن الله است. و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحد، هر یک مخلوق اگر نگاه کنید علامتی آن است که الله تعالی یگانه است. چون که شما خالقش میبینید، به دریا بینگرم دریا تو بینم، به صحرا بینگرم صحرا تو بینم، به هر جا بینگرم کوه و در و دشت، یعنی الله تعالی را میبینم. برگ درختان سبز در نظری هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفتی کردگار. یا در برگ درخت یا دندانتون اگر بینید چقدر در زیر این سرها نهفته هست و چگونه این دندان سر دارد و ریشه دارد و به عصب پیوستگی دارد و این دندان به واسطه دندان شما طعمی طعام هم میچشید، چی وظیفه ها را اجرا میکند. درباره هر یک مخلوقات علم آموزید، هر چیزی که شما دربارش معلومات می آموزید او برای شما پروردگاری همون مخلوق شناسایی میکند اصلا. لیکن با علم توحید خاصتا درباره الله تعالی اگر علم گیرید، الله تعالی چی کار میکند، چی نام دارد، چی صفت دارد، چی کارها را میکند، ایمانتون زیاد میشه و محبتتون به الله تعالی زیاد میشه. و اینچنین شریعتش را وقتی که حکمش را می آموزید، برای چی الله تعالی حکم کرد که فلان جنایتکار به فلان جزا گرفتار شود، برای چی قانونهای وضعی کشورها، مثلا هر یک کشور قانونی وضعیش فرق میکنه، یعنی دو تا کشور 100% یک خل نه. و برای چی این شریعتی الله تعالی همین تقاضا کرد؟ مگر به عصر 21 موافقت میکند یا نه؟ آموخته برایت، ایمانتون زیاد میشه، محبتتون به این شریعت زیاد میشه. بله، برای همین اصلش علم است برادران. اصلی تمام خیر آموختن علم است و اصلی تمام بدی ها جهل و نادانی هست.